من هم در این روزنامه کار کردم در سال 2011 تا سال 2015 کار کردم. در این روزنامه به حیث معاون اول بودم و من در همون رفتی گویم که در جریان تولید شدن روزنامه، ایجاد شدن مقاله ها، مناسبت با آدمان خودم چی کردم، اشتراک کردم و یک گپی استاد محمد غایب به خاطرم میاد. وقتی که اون کس آمدن به روزنامه همچون سرمحرر تعیین شده آمدن، خب 2-3 ماه اینقدر خودشون رو خیلی ناهنجار حس میکردن و بعدا به من گفتن که من اول فکر کردم که در اینجا عذاب میکشم، من چیکار میکنم در اینجا با این آدمایی که من نمیشناسم. ولی وقتی که اومدم دیدم که بهترین ژورنالیست ها، بهترین انسان ها در همین روزنامه جمع اومدن و این مرا خب با کار خودم دلگرم ساخت و من فکر میکنم که این بهترین کلکتیوی است که من در عمرم با اون دچار شدم و با اون کار میکنم. حقیقتا گپی استاد محمد غایب همین خیر است. در اینجا آدمان گویم که سواد با سوادترین جمهوری جمع اومدن.